محمد فاتح برای او یک زن نامه می نویسد، یک زن برای محمد فاتح نامه می نویسد که ما زیر ظلم کفار و ظالمین هستیم. محمد فاتح با آن روز امکانات آن روز میاد به هند. من رفتم در کراچی، آنجا مرا بردن موزه آن دروازه‌ای که محمد فاتح می آید به من نشان دادن. نمونه توپه ها آنجا به اصطلاح همان تندیس آنها بود. به من نشان دادن که محمد فاتح از اینجا وارد شد فقط برای یک زنی که نامه فرستاد به بغداد و گفت کجایی تو ای سرلشکر اسلام که من یک زن مسلمان زیر ظلم ظالمان و کفار قرار گرفتم. محمد فاتح آمد تمام این کفار را، هندوها را، سکها را، همه را تار و مار کرده، غارت کرده، سرزمین را گرفت، فتح کرده و آزادی، پرچم آزادی را بلند کرده. به صدا زدن یک زنی امروز امت اسلام، امت محمد صلی الله علیه و سلم، فرزندان اسلام و فرزندان خلفای راشدین، فرزندان صدیق اکبر و فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، حیدر کرار رضی الله عنهم، شما فرزندان صدیقی و فاروقی و ذی النورین و حیدر کراری. امروز شما تمام رسانه ها در اختیار شما هستند. چه میگذرد در سرزمین بیت المقدس، در سرزمین فلسطین، در سرزمین مستضعفین که 70 و اندی سال زیر آتش باران صهیونیست غاصب و ظالم و خونخوار و خدا نترس و خدا ناباور قرار گرفته هستند در وسط و قلب کشورهای اسلامی، در وسط خاورمیانه، 4 طرف به نام مسلمانند، کشور اسلامی هستند به نام. در وسط روی پیشانی شما مسلمانان صهیونیست غاصب آنجا لنگر زده و جانی بزرگ و شیطان بزرگ به تعبیر بسیاری از علما و بزرگان انگلیس و آمریکا به حمایت آنها این روی پیشانی مسلمانان، جلوی روی مسلمانان، جلوی چشم مسلمانان، هر روز مسلمانان فلسطینی را بی خانمان کرده و بچه های آنها را جلوی چشم آنها می کشد، زنان مسلمان را اسیر می کند و خانه های آنها را ویران می کند و همانجا شهرک سازی می کنه. همین سالا، همین دهه که ما و شما در این هستیم، چندین مرتبه روستاهای فلسطینی ها را صهیونیستا خراب کردن و شهرک مستقل شهرسازی کردن برای خودشون و یکی از کشورهای اسلامی آنها را سوال نکرد. یکی از سازمانهای حقوق بشر به ظاهر، اینا سازمان حقوق بشر که حقوق بشریت را
بخواهند نیستن. اینها جیرخوار مستکبرینن، اینها جیرخوار صهیونیستن. یکی از اینها صدای بلند نکرده، یک روزنامه اینها را محکوم نکرده، یک حاکم اینها را سوال نکرد، نپرسید. و در تمام این چندین سال، نزدیک به یک قرنی، اینها قبله اول مسلمین را اشغال کرده، محاصره کرده و همه مسلمانان نگاه میکنند و نگاه کردند و هیچ یکی صدا بلند نکرده و نپرسید از صهیونیستها که شما چه کاره این منطقه هستید، شما آب و خاکتون کجا هست، شما را